салом, фарзона ҳастам бо шумо дар ютуб канали Lifestyle in Korea. Аньясия ёробон, фарзона имнида. Дӯстону подписчикони азиз, як хабари муҳим дорам. Махсусан ба ҳама он нафароне, яъне тоҷиконе ки дар Корея айни ҳол кору зиндагӣ мекунанд. Ба гумонам ки аллакай медонанд, чунки ҳар рӯз оиди ана ҳамин чизе ки ӯз ман ба шумо хабар медиҳам, SMS меояд. ҳар рӯз тӯли 3-4 рӯз шуд ки SMS меояд. Тамоми Корея бо интизори тӯфони пурқувваттарин дар таърихро интизор аст. طبق پیشگویی‌های امروزه طوفان 11 سال جاری طوفان پرقوت هینامور میگویند هینامنو شام 5 سپتامبر از 180 کیلومتر از سوکویپو جزیره ججو میگذرد. در این وقت قوه او به درجه 3 ضعیف میشود. خیلی قوی یعنی تقریبا ساعت 9 صبح 6 سپتامبر طوفان باید همگی 20 کیلومتر از پوسان عبور کند و قوه آن علاقه درجه بلندترین 4 سوپر قوی خواهد بود. انتظار می رود که در این روز فشار مرکزی طوفان یعنی دولینی مرکزی طوفان در سطح 950 و سرعت شمال تقریبا 43 متر در یک ثانیه می باشد. طوفان در حال حاضر در 320 کیلومتری تایوان از بالای بحر حرکت می کند و با حرکت آن به سوی کره قوت می گیرد. تحلیلگران گزارش می دهند که تا حال یگان عامل وجود ندارد که قدرت هینامان را ضعیف کند. در 14 فرودگاه کره جنوبی حدود 360 پرواز داخلی و بین المللی قطع کرده شده است. در مجموع امروز باید تقریبا 500 پرواز انجام داده می شد. از این رو وابسته به وضع طوفان شماره قطع پروازها می تواند افزایش یابد. از 158 کشتی پاساژیری در راههای بحری داخلی تنها 6 تاش 5 تاش از اینچون و 1 تاش از گونسان باید پرواز کنند. وابسته به قوه طوفان سرعت حرکت در راههای آهنی مملکت کم و حتی قطع می‌گردد. مکتب‌های جزیره ججو درس‌ها را برای 2 روز امروز و فردا قطع کردند یا آنها را به طور فاصلوی می‌گذرانند. خوب دوستان عزیز، از حساب آن همین طوفان شدیدی که یعنی کره را انتظار است در جزیره ججو طولی 2-3 روز شد همه قطع کرده شده است. یعنی درس ها را نیز قطع کردند. در شهر ما باشد شهر تگو که کمک به خطر است، یعنی ضررش به ما نه اونقدر زیاد میرسد. از این رو صدیق ها را به هر حال تعطیل دادند. ساعت 9 6 سپتامبر یعنی طوفان باید که گذرد، یعنی از تایوان به جزیره ججو و پوسان از کره باید گذشته رود. خیلی قوی است، خیلی شدید است. از این رو در صدیق یعنی صدیق های شهر ما را نیز تعطیل دادند. همه آن تاجیکانی که در کره کار و زندگی میکنند خواهش کرده می شود که خود و نزدیکان خود را در این روز احتیاط کنید. خداوند نگهبانی همه شما باشد.